یه وقتایی فکر می‌کنیم هیچ کاری نکنم به نفعمونه. آدم خاص میخواد. دوست نداریم مملکت هنرپیشه داشته، استعداد داشته، اصلا دوست نداریم کشفش کنیم. چه دردی؟ به نظرم مثلا مدیریت نمی‌کنن. این واقعا تبلیغات مهمه برای بازیگرها، ولی مهم شده سنم لو میره. سلام عرض شد. خیلی خوشحالم امروز اینجا حضور دارید و باعث افتخار ما بود آقای سنگچاپ. منم عرض سلام دارم. ممنونم که قابل دونستید دعوت کردید. در خدمتتون هستم. قربونتون برم. آقای سنگچاپ بریم سراغ سوالا اگه موافق باشید. بفرمایید. از خودتون بگید از چه سالی شروع کردید و وارد این عرصه شدید؟ سنم لو میره. من سال 62 وارد مدرسه هنر ادبیات صدا و سیما شدم. بعد 64 فارغ التحصیل شدم که پایان نامش و چون آقای یاسینی مدرس بودن همونجا یه کار گرفتن به نام ما میتوانیم که بعد از محله بروبیا یادم پخش شد که کار خیلی عجیبی بود، خیلی تاثیرگذار بود. بعدش همین سریال ما میتوانیم رفت که آموزش تئاتر. دیگه این دروازه‌ای شد برای ورود ما به این عرصه. 12 تا هنرجو بودیم که همه شروع کردیم کار کردن. بعد در طول یعنی اون موقع من 15 سالم بود در عرص و جلو دوربین رفتم. بعد دیگه فهمیدم که باید درس بخونم، دانشگاهی وجود داره، باید تحصیل کرده بشم تا بتونم بقا داشته باشم تو این حرف. که دیگه وارد دانشگاه شدم، درس خوندم و تا الانم دارم کار میکنم و بالغ بر فکر کنم 100 تا رو رد کردم، آثاری که بازی کردم کار کردم. آقای سنگچاپ، شما هم دوره‌های خودتون افرادی بودن که به نقطه‌ای و یا جایگاهی در سینما رسیده باشن؟ بله خیلی از دوستانمون ماشاءالله خوب کار کردن که مثلا به طور نمونه که بخشی از پرتاب من به جلو باعثش بود شاهین باپور بود، چون من رو با آقای مقدم آشنا کرد. یه سریال بود به نام روزهای زندگی که شاهین باپور مسئول معرفی دانشجوها و یه کلاسی بود بعد پر میشد از دانشجوها که بازی داشتن، همه باید کار کرده میبودن. شاهین دیگه من با آقای مقدم آشنا شدم و اون ادامه پیدا کرد و سالها در کنارش بودم. مدیون دوستانم هستم که دیگه در رستش آقای باپور. بعد محمد گنجلی بود اون موقع که طراح صحنه سینما شد. خانم تیرانداز بود هم دوره ما تو دانشگاه که ایشون هم که ماشاءالله دارن کار میکنن. فعلا همین یادم میاد. چقدر جذاب. من آقای باپور خیلی برام عزیزم. خیلی بله ارادت دارم. سال‌هاست توی فضای حرفه‌ای دارید کار میکنید. بله. و کارهای مختلفی رو در سینما کردید، از کارگردانی کردن تا فیلمنامه نویسی تا مدیر برنامه‌ریزی بودن و بازی کردن. چی شد اصلا این حرف‌های مختلف رو انتخاب کردید و الان اصلا کدومو بیشتر دوست دارید کار کنید؟ ببین حالا شاید یه ذره گندگویی باشه ولی باید اینو بگم چون کارتون پخش میشه یه ذره شاید جوونا ببینن و ازش استفاده کنن. من عاشق کارم و این عشق باعث شد که دیگه کار دیگه ای رو دست نگیرم ولی تو کار خودم انواع و اقسام کارا رو تجربه کنم. اونی که در راستای روحیه‌مه، توانمه که حالا گروه کارگردانی سالها کار کردم که مورد علاقم بود. بعد دیگه بازیگری که دیگه عشق به اصطلاح و سعی کردم هم ممر درآمد باشه خوب هم کار خوب باشه. واسه همین مثلا شما شنیدید مثلا فلانی مغازه داره مثلا این کارم میکنه، فلانی یه بیزینس داره ولی من سعی کردم تو خود حرفم رشته‌های مختلف رو کار کنم
و به اصطلاح کشف و شهود کنم دیگه. چون شما هر کاری بکنید تو حرفه خودت تجربه زیادتر میشه. اگه یه روزی خواستی کارگردانی کنی، حتی تو همه زمینه‌ها میتونه به تو کمک کنه. این تجربیات متفاوت میتونه راهگشا باشه برات. واسه همین تصمیم گرفتم که و الانم به بچه‌ها میگم واقعا اگر توانشو داشتم، الان افسوس میخورم که چرا گیریم رو به صورت حرفه‌ای نرفتم، فیلم برداری رو به صورت حرفه‌ای نرفتم، صدا برداری رو. اگر واقعا کفاف میداد زمان، این کارم میکردم. ولی خب دیگه زمان و فشار کار و اینا اجازه نداد. و به کدوم بیشتر علاقه داشتید آقای سنجاب؟ ببین یه چیزی واقعیشو از ته دل بگم، همشون یکسانه واقعیتش، چون همش به اصطلاح یه زندگی خاصه. بنابراین تصمیم گرفتم همیشه باشم، توش باشم، تو گروه باشم، زندگی کنم. ولی خب شما استعدادیابی میشی در طول مسیر، میبینی مثلا تو این 2-3 تا خیلی میتونی فعالیت مثمر ثمر و اثرگذاری داشته باشی. که مثلا بازی یکیشه، من الان بیشتر دارم بازی میکنم، ولی خب دارم در کنارش سری فعالیت ها میکنم، روابط رو دارم ایجاد میکنم که بتونم مثلا کارگردانی هم بکنم. و یا اگر دوستی داره فیلم تولید میکنه، احتیاج به کمک داره، احتیاج یا به ما درخواست میده، من دست رد به سینه‌اش نمیزنم، میرم گروه کارگردانی، نهایت سرپرست گروه کارگردانی میشم و کارش رو راه میندازم. واسه همین اینطوری بهت بگم که وقتی عاشق کارت باشی دیگه سرماگرما حالیت نیست دیگه، انشعاب و اینا دیگه دوست داری باشی، همیشه کنارت باشه، تو هم کنارش باشی. بله کاملا درست. و شما بازیگرای زیادی رو هم به این عرصه آوردید و افراد خیلی زیادی از طریق شما آمدن که من میدونم آقای شهاب حسینی هستن، ورودش با شما بود. بله ببینید یه اتفاقی تو مسیر زندگی من افتاد. ببینید ما بدون پشتوانه وارد این حرفه شدیم. بچهای به اصطلاح عوام کف شهر بودیم، اومدیم درس خوندیم، فعالیت کردیم، ولی خودمون هوای خودمون رو داشتیم. که میگم مثلا شاهین خیلی مؤثر بود، به من یاد داد که آقا وقتی به یه جایی میرسی خب تو هم چون شاهین اولین نفری بود در بین ما که به طور حرفه‌ای وارد چی شد، پدرسالار رو دستیاری کرد. بعد دیگه انقدر خوب بود دیگه سریع ارتقا پیدا کرد، دستیار یک شد، برنامه‌ریز شد، بعد کارگردان شد. واسه همین وقتی به یه جایگاهی رسید واقعا میتونم اینو اعتراف کنم که تو زندگی او هم خیلی تو زندگی خیلی ها مؤثر بود. ولی من این درس رو ازش یاد گرفتم تو زندگیم که کمک کنیم به هم دیگه. چقدر قشنگه، این یکی از وجوه انسانی زندگی انسان هاست که آقا جایی رسیدی، دستت رسید، به داد هم برسید. این باعث شد که من تو این مسیری که قرار گرفتم هر کی که واقعا لایقش بود، هر کی که تشخیص میدادیم میشه بهش کمک کنیم. کاری نکردم، فقط کمک کردیم که این رو به جلو تسریع پیدا کنه، سریعتر اتفاق بیفته. حالا تو اون راستا و ببینید خیلی شبکه‌ها زنگ زدن. یه بار این گافو دادم که توی یه برنامه صبحگاهی دعوت شده بودم، این عنوان شد و خودشون داغش کردن و اینا. من دوست ندارم روی این زمینه زیاد بحث کنیم، چون میگم اتفاق بدی که در حال حاضر افتاده، آدم ها فراموشکار شدن، آدم ها، و بهتره که یادآوری نکنیم، خوششون نمیاد و حتی شاید انکار کنن، چون من اینو توی این مسیر دیدم برای دوستانم، خودم فلان. واسه همین دیگه زیاد روش بحث نمی کنیم. ولی خب خدا رو شکر از خودمون راضییم که بالاخره تونستیم یه حرکت رو به جلویی داشته باشیم، کمک کنیم. و باز میگم اگر تا اینجا اومدم برکت این اتفاقات بوده که تا الان دوام آوردم. بعد خیلی یک اتفاق عجیبی که داره میفته، ما در یک دهه قبل نگاه میکنیم میبینیم تعداد بازیگرهایی که هر سال اضافه میشدن بیشتر از حال حاضر بود. خب یعنی الان در حال حاضر میبینیم بازیگرهایی دارن همونهای قدیمی میمونند، خب و افراد جدید کمتر وارد میشن. درسته. فکر میکنید دلیلش چیه؟ ببینید میگم اتفاق ناگواری که افتاده، وقتی هنر
الان ما اینو تو فوتبالم پرانتز باز کنم تو فوتبالم میبینیم. ما استعدادهای درخشانی داریم در فوتبال، ولی چون رانت وارد میشه، سیاست توش وارد میشه، اتفاقات فرعی و انشابی توش وارد میشه اصل، اون موقع دیگه استعدادیابی از بین میره. الان مشکل اساسی بچه‌ها پوله. وقتی اینقدر پول شد و دولت حمایتش رو برداشته، شرکت‌ها حمایتشون رو برداشتن، بله شرکت‌ها حمایت میکنن ولی باز میرن سراغ همون چهره‌ها حرفه‌ای‌ها و میگه که چرا پولمو خرج این جوون کنم، مثلا سرمایه گذاری کنم شاید به باد بره. حقم داره از یه جهاتی. ولی قدیم یک اتفاقی میافتاد که هر کارخونه داری 3% از سودش رو باید وقف هنر میکرد، وقت استعدادیابی میکرد. حالا من زیاد با قوانینش وارد نمیشم چون مسئولیت داره، فردا میگن آقا اینو ثابت کن، ولی ولش کن این حرفا رو. وقتی قضیه تک‌بعدی میشه، وقتی روی مسئله ما وای میسیم میگیم آقا فقط پول، الان هنرجو میاد، دانشجو میاد با استعداد، پول نداره که برای خودش سرمایه گذاری کنه، چون این حرفه پولی نیست، اصلا نمیشه. شما باید کشف کنی آدم، بعد گروه استعدادیاب از بین میره. ما به طور ناخودآگاه و غریزی وقتی پشت میز میشستیم استعدادیاب هم میشدیم. آدمی که این کاره بود، خوش قیافه بود، استایل داشت، ذات آرتیستیک داشت، سریع آقا کار کنیم بریم جلو فلان بسار بریم. ولی الان اینطوری نیست. الان همه جوانب آدمه رو در نظر میگیرن که چه رفاهیاتی داره، چه زمینانی داره. واسه همین واقعا بچه‌ها گیر کردن. از یه طرف هم ثبات صنفی نداریم. شما میگی آقا شرکت فلان، میدونی مدیر داره فلان داره، بعد تو میری اونجا زیر مجموعه میشی، قرارداد میبندی، کارتو میکنی. ما کجا داریم اینو؟ ظاهر خیلی پرطرح‌طراقه، خیلی جذابه، ولی کدوم هنرجوه، دانشجوه که فارغ التحصیل بشه به راحتی بتونه بره یه جا خودش ارائه بده و در لول خودش ازش استفاده بشه؟ هیچ میدانی وجود نداره. تو باید از کانال‌های مخصوص رد بشی برسی، حالا چه آرتیست باشی چه نباشی. و این میشه که شاید خیلی با حرف من مخالف باشم، بگم برو بابا این چه حرفیه، هستن این همه. نه هستن، اما تمام تماشاچی‌ها پریدن، تلویزیون از بین رفته. اگر اون موقع هنرپیشه‌ها با نمک بودن، جذاب بودن، با استعداد بودن، شما آدم استفاده میکنی نه جذابه نه استعداد داره، فقط میتونه حفظ کنه دیالوگ بگه، شخصیت پردازی، درسم خونده ها، کارم کرده، ولی ببین مال این کار نیست. این جزء حرفه‌های شاخص دنیاست، به خاطر اینکه چی؟ آدم خاص میخواد، آدم ویژه میخواد. شما میتونی درس بخونی دکتر بشی، چه استعداد داشته باشی چه نشی، مهندس بشی. هزاران مهندس دارم دوره برم، صدها دکتر که بچهای درس خونی بودن، بهشون هم دکتر میگن، مهندس. ولی هنر اینطوری نیست. بازیگری، کارگردانی، اینا استعداده. یعنی یک سری شرایط اجتماعی، خانوادگی باعث میشه تو یه آدم خاص بشی، در رفتار، گفتار، در ریاکشن، در بازتابت. واسه همین هر جایی شاید بین میلیون ها نفر یک نفر، در مورد هزاران نفر یک نفر یهو کشف بشه و این باید بازار بچرخه و حالا کشف میشه، سری میقاپنش. ولی اینجا سری نمیقاپنش چون اون فاکتورها وجود داره، اون سد راه ها وجود داره. واسه همینه هستند ولی جذب نمیکنن. واسه همین هی کار ساخته میشه دوباره برمیگردن. الان من 56 سالمه، باز دارم نقش تازه 30 ساله 40 ساله دوره دارم بازی میکنم. خیلی از دوستانم هنوز جوون بازی میکنن، عروس داماد بازی میکنن. این میشه باید راه بدیم. فاکتورایی داره، استاندارد میخواد که ببین چی میگم، دست من و شما نیست، دست اون کسیه که مدیریت شده. و چرا میگن مدیر هنری، مدیر کارخونه؟ چون مدیریت بلده، اینو نظم میده، استعدادها از بین نمیرن، راهها باز میشه، راهها رو باز کنه، میگیره و ازش استفاده میکنه، نه ازش پول در میاره. مشخصا شما یه آرتیست رو پیدا کنی از لحاظ تبلیغاتی و خیلی از موارد دیگه میتونی ازش پول در بیاری. این دنیا دنیای این حرف هاست. هی هاشا میکنیم، هی میگیم نه بابا این حرف هاست. ولی واقعا تبلیغات مهمه برای بازیگرها، ولی مهم شده
مجلات، روزنامه‌ها، مطبوعات اینا مهمه برای درآمدزایی، حتی لباس، حتی مدل، همه از اینجاها در میاد دیگه. ولی ما هی داریم مبارزه می‌کنیم یا تن به استانداردش نمیدیم. آقا یه چیز استاندارد، یه چیز دو تا 4 تا، ما می‌خوایم میگیم 2 تا 8 نمیشه. والا اونایی که جدیداً دارن مدیریت میکنن به نظر مثلا مدیریت نمیکنن و الان یه وقتایی فکر میکنیم هیچ کاری نکنم به نفعمونه. واقعا من فقط ریاکشنم این روزا شده این. آره یعنی هیچ کاری نکنید. چون ببین 45 سال هممون میدونیم و مثل روز برای هممون روشنه. یا خودمون رو زدیم به اون رو یا واقعا نمیخوایم، دوست نداریم. دوست نداریم مملکت هنرپیشه داشته، استعداد داشته، اصلا دوست نداریم کشفش کنیم. چه دردمون؟ یعنی دو سه حالت خارج نیستیم. گفی که الان داشتیم پشت صحنه میزدیم خیلی از دوستانمون همین الان داشتیم میگفتیم دیگه اصلا نموندن دیگه، رفتن و خیلی از دانشجوها هم دارن میرن و هیچ کس نمونده متاسفانه. ولی خب امید مال انسان، عنصر امید. وقتی انسان به دنیا میاد اگه امید نبود که این همه اتفاقات نمیفته. من خیلی امیدوارم و هنوز انرژی دارم که کارامو انجام بدم. میگم آقا من نمیتونم، دوستانم که میتونن. همیشه هم آرزون بوده یه تیم تشکیل بدیم. اینو سالها پیش من پیشنهاد دادم، باشه استقبال نشد. گفتم آقا به ما یه حقوقی بدین. ما میگفتیم تو ایران همه مثل هند و آمریکا و فلان و ما ملت خاصی هستیم. حالا یه ذره چیز میکنیم، شکست نفسی داریم ولی ملت زیبایی هستیم، ملت خوشفکری هستیم. نمیخوام نژادیش کنم ولی واقعیتی وجود داره که آقا حالا یه کشوری اینطوریه دیگه، چیکارش کنیم؟ بذاریم تو سرش بگیم نه شما خوشگل نیستی، شما بلد نیستی، شما باهوش نیستی. نه، حالا افتادیم دیگه یه کشور به وجود اومده ولی نمیتونیم هاشاش کنیم. ما بسیار بسیار استعدادهای فراوانی داریم. من یه چیزی بوده در 12 سال از سال 89 موقعی که از تیم کارگردانی فاصله گرفتم به طور اتفاقی با تدریس آشنا شدم و همیشه هم دوست داشتم تجربیاتم رو انتقال بدم. واسه همین وارد تدریس شدم. خیلی شهرستانا رفتم و واقعا شما شگفت زده میشی. تو یه سری استانا میری کار میکنی میبینی واقعا همه آرتیستن، همه زیبا، خوشگل، ترتمیز فلان، ولی افسوس یعنی تو جیگرت خون میشه که چرا نمیتونی اون جوون و این جوونه دستشو بگیری بیاری تربیتش کنی ارائه بدی، فردا هم میتونید کلی چیزای مثبت از کنارش عایدت بشه. ولی نمیشه. کار ما افسوس خوردن شد. ای خدا. آقای سنجاب بیشتر کاراکترهایی که بازی کردید و انتخاب کردید برای بازی کاراکترهای منفی بود؟ بله منفی. یا خاکستری بوده یا منفی بوده؟ بله. چرا و اصلا این توی از یه جایی به بعد جا افتاد براتون؟ بله. یعنی همش این کاراکترها بهتون پیشنهاد میشد یا انتخاب شخصی خودتون بود؟ ببینید بحث شما اشاره داره به کلیشه، یه بحث که من سالها با این مواجهم و دارم توضیح میدم. اولا اینکه من خودم هم تو مقام انتخاب بازیگر قرار گرفتم. وقتی شما فیلمنامه رو بازی میکنی نقش‌های مثبت، منفی، خنثی و خیلی چیزا داره. اون چیزی که ملاک دید مردمته از لحاظ مثبت یا منفی باید به اون احترام بذاری. تو قالب منفی صدا، قیافه، چشم، قد و بالا، لهجه فلان اینا مهم بود که من دارای اون خاصیت‌ها بودم به گفته آنهای کارگردان‌هایی که انتخابم کردم و شروع شدیم ماجرا. و من هم دیدم تو بعد پخش شد یکی دو تا مورد استقبال قرار گرفت و گفتم دیگه تو این قالب مردم منو دوست دارن. چون باز رفتم جدی رو چیز کردم، تجربه کردم، مثبت تجربه کردم، جواب نمیده، اصلا دیده نمیشم. مردم تو این قالب رو تو علامت گذاری کردن و همه ها مثلا کمدین دیگه علامت گذاری شده دیگه. تو بری جدی بازی کنی و ژانرهای دیگر رو تجربه کنی جواب نداده. این الان شما میبینید سال‌هاست ما با این قضیه مواجهیم. خیلی از دوستان یهو تابو شکنی کردن، کلیشه شکنی کردن، رفتن ولی در نهایت برگشتن یا دیگه گذاشتن کنار، به اصطلاح آف شده. واسه همین من تجربه اونها رو داشتم و در کنارشون هم زندگی میکردم.
دیدم که مردم منو تو این قالب دوست دارن، منم. و فیلم همه که مثبت نیستن، تا منفی نباشه مثبت معنی نداره، تا مثبت نباشه منفی معنی نداره. این یعنی اصلا کلیت انسانی، داستان ها، درام ها همه برای این اساس، شر خیر و شر دیگه بر اساس این چیده شده. حالا من بخش شرش نصیب من. اصلا این توی سینمای هالیوود هم داریم اینا، یعنی یه سری فقط یک کاراکتری رو بازی میکنن، یک سری چون اصلا قیافه، ساختار، صدا، همه اون ارگان عناصر اون کاراکتر در اینها به وجود اومده، مثلا از موقعی که به دنیا اومدن، تیپ و حرف و فلان، و نمیشینه به دل مردم. تماشاچی برای ما مهمه دیگه. اونها اگر نپذیرن یعنی تو آفی. و خیلی اومدن، من تو این طول عمر هنریم شاید از 1000 تا گذشته باشید، آدم های اومدن که نبوده، دوست نداشتن و خداحافظی کردن. و میخوای جواب بدید؟ نه واجب نیست. من یه کار شما رو خیلی از کاراتون رو دوست دارم، یکی رو خیلی دوست دارم، بوتیک حمید نعمت الله. بله. تجربه کارتون با آقای نعمت الله رو میگید؟ من و حمید بچه محل بود، جفتمون بچه نظام آباد، خیابون وحیدیه با ارباب مهدی، داری شاخص بگیم. بعد دبیرستانم با هم بود. بعد ایشون از اون موقع فیلم کوتاه کار میکرد، من تئاتر کار میکرد. دیگه بزرگ شدیم، هر کی رفت سی خودش، تا اینکه حمید این فیلمنامه بوتیک رو دست. من دورا دور و یا به عنوان رفیق همش با هم در ارتباط بودیم، ولی خب رشته‌هامون با هم فرق. تا اینکه حمید یکی 2 تا بازی هم من دید. بعد ماشاءالله یکی از پرکارترین کارگردانا تو فیلم کوتاه بود، تجربیات بسیار درخشانی داشت که اینا رو می‌خواست توی یه فیلم بلند اولش لحاظ کنه. اینطوری فکر می‌کنم. بعد دیگه خدا رو شکر این اتفاق افتاد که اون نقش فرشید در بوتیک، و یادمه که بهم گفتن که خیلی‌ها اومدن و این نقشو قبول نکردن، نقش خیلی چرکیه و اتفاقات شاید جانبی داشته باشه بعدا تو زندگی. ولی چون من حمیدو میشناختم و واقعا هم کارش درسته و چون فیلم اولش هم بود، لازم بود که این اتفاق بیفته و من به قول معروف با سر دویدم رفتم و کار اتفاق افتاد و نتیجهش هم خیلی درخشان بود. بحثی که اون روزها اتفاق افتاد یادمه که وقتی اصلا چون فیلم میگیره یا کار میگیره خیلی ها جمع میشن و خودشونو صاحب اثر میدن، ولی این فیلم حمید نعمت الله بود. یعنی خودش 0 تا 100 چید، تهیه کنندش رو پیدا کرد، زجرش رو کشید و نمیشه بگی آقا من اونجا خیلی فلان بودم یا ولی فیلم خودشه و واسه همینم گرفت و جزء آثار برجسته قرار گرفت، به خاطر اینکه صادقانه 0 تا 100 رو خودش بالا سرش بود مثل یه پدر و نذاشت زیاد دستکاری بشه. حتی تو تدوین هم یه ذره نمیدونم مصاحبه‌های اون موقع رو خونده باشی به مشکل خوردن، ولی باز خودش رفت تدوینگر پیدا کرد خوب و آقای موینی چون اون زمان خیلی درخشان بود کارش و کار به سرانجام رسید. ولی خودم واقعا وقتی نتیجه رو دیدم شوکه شدم و خیلی برام جذاب بود، طوری که مثلا تو سینما جشنواره رفتم، روز آخر جشنواره هم بود، رفتم سینما فلسطین، اونجا اکرام میشه، سر کارم بودم، اونجا اومدم سر کار و دیدم یه صف طویلیه جلو سینما فلسطین. گفتم خب به ما ربطی نداره، جشنواره است. دیدم از اونجا صدا میاد سنجاب. یعنی آقا اینا دارن منو صدا میکنه. من جلو سینما منتظر خانومم بودم که اون بیاد با هم بریم فیلمو ببینیم. یه 10 دقیقه جلو سینما دیدم او تو صف همه دارن دست میکنن سود فلان. منم اصلا اونطوری چیز نبود، برام خیلی جذاب. بعد رفتیم تو سالن، سوای اینکه خانم الله نردا و جمعیت نجات دادیم، کشیدیمش تو و فلان و اینا، رفتیم نشستیم فیلمو دیدیم. وقتی فیلم تموم شد دیدم من خودم اون بالا نشسته بودم، دیدم همه برگشتن منو نگاه کردن. منم گفتم مخلصی. خیلی روز عجیبی بود، ریختن سر. یه مصاحبه آقا این چی بود چه فلان بیسا، خیلی خوب بودن که اون سالم چون به کارگردانای اول فقط به فیلم‌های اول یه جایزه میدادن،
و الا من معتقد بودم خیلی اونجا باید جایزه میگرفتم، ولی تو جایزه خب زیاد چیز نیست. ولی خب خدا رو شکر حمید اتفاق خیلی خوبی براش افتاد که حالا با تریبون شما هم آرزو دارم که همچنان ادامه پیدا کنه، چون بسیار هنرمند و دوست داشتنی. دو نفر اصلا فیلم خیلی فیلم مهمی هم شد. بله خیلی مهم شد که تم فیلم فارسی داشت. ولی ساختارش ساختار جدیدی بود و کاراکترهای جدید، ادبیات زبان جدیدی داشتن، سوای ولی زیر ساختش همون فیلم دیگه، یه بدمنی که دنبال عشق پسر جوونه و حالا اتفاقات و آخر به قتل ختم میشه که این خیلی متداول بود اون زمان تو فیلم، ولی این یه جوری ساخت که خیلی چشمگیر شد. به اون فیلم که نگاه میکنیم یکم آدم یه وقتی افسوس میخوره، آقای رویگری رو میبینه که الان حالش حال خوبی نیست. بله. و خدا حفظش کنه، انشالله سلامت باشه. آقای گلزار اصلا با اون کار فکر کنم کامل دیده شد. بله. من یه چیزی هم در مورد آقای گلزار بگم که خیلی متاسفانه دوست نداشتم اینو بگم، ولی آقای گلزار یکی از کاراکترهای بی‌نظیر این حرفه است. یعنی شخصیتش، اتمسفرش واقعا بی‌نظیره. من تو اون فیلم واقعا برای اون موقع برای اولین بار با یک آدم بسیار جذاب روبرو شدم و همیشه سوالم این بود، خیلی شایعات بود آقا بازیگری نداره فلان نداره، من رفتم تو کار باش دیدم نه، این آدم انسانیت داره، یعنی اساس کار هنری جنتلمنه به معنای واقعیه. و شما تصور کن 20 سال 30 سال داره کار میکنه، سینما رو انگشتش میچه، حتما یه چیزی داره، ولی خب دوستان بی خودی نقد میکنن، آقا گارد میگیرن فلان، اینم یه نوعشه. دوستان بازیگرای پیشکسوتمون که بودن یک نوعش بود، اینم یک نوعشه. این همه گارد و فلان و اینا و نقد و فلان لازم نیست، انقدر آدم ها رو سریع قضاوت کنیم فلان، ولی واقعا لذت بخش بود اون 2 ماهی که من کنارش بودم. من همیشه میگم کسی که 30 سال خودشو برند نگه داشته خیلی چیز عجیبه. از زمانی که الان میبینیم هنرمنده 1 سال 2 سال میان هستن و دیگه نیستن. خب و فید میشن. تو 30 سال بتونی اینو نگه داری. هنوز روتین بدنی خودشو داره، روتین زندگی داره و خیلی چیز عجیبه. ولی ما 2 تا کتاب میخونیم سعی میکنیم همه رو نقد کنیم. آقا این بلند، آقا اون فلانه، این کجه، این راست، درصد که اصلا اینطوری نیست. و زیست در زندگی هنری خیلی پیچیده و عجیب غریبه. برای حفظ خودت، برای اینکه تو باشی 20 سال 30 سال، واقعا چیز شوخی نیست. یعنی یه زندگی عجیب غریبه. مثلا حالا کار شما، برنامه شما یه ذره راحت‌تره، من میتونم راحت‌تر صحبت کنم. اینکه چرا طلاق بین ما زیاده، به خاطر این همین پیچیدگی زندگی هنریه، نه به خاطر مثلا شما فرض کنید به قول معروف تنوع طلبی یا اون بخش انسان. نه آقا، زندگی که بچه‌های هنری میکنن واقعا زندگی که هر کسی نمیتونه تحمل کنه. واسه همینه که 1000 تا میان 2 تا میمونن، متوجه این 500 تا میان 1 نفر میمونه. این به خاطر همین. ولی حالا تو بتونی تو این زندگی پیچیده خودتو 20 سال 30 سال نگهداری، واقعا باید آدم خاصی باشی. موافقی بریم یه استراحت برگردیم؟ بریم برگردیم و برسیم به خانم فرمانی. موافق؟ بله.